با عرض سلام خدمت آقای ربانی بزرگوار. استاد، من از شما بسیار متشکر هستم. تو این مدت کوتاه که با شما آشنا شدم و تونستم از انرژی مثبت شما استفاده کنم، خدا رو شکر به لطف خدا و با کمک شما بسیاری از مشکلات و دردهایی که داشتم از بین رفته. من بیمار متاستاز استخوان هستم و از زمانی که تونستم از انرژی مثبت شما استفاده کنم خیلی از دردهام کم شده. من همیشه از ناحیه کمر و پا اذیت بودم و درد داشتم، ولی تو این مدت کوتاه تونستم از انرژی شما استفاده کنم و به این مشکلات غلبه کنم. خدا رو شکر که شما هستید و میتونید به مردم و امثال من کمک کنید. امیدوارم که همیشه خداوند کمک شما باشه و همون جوری که شما به ما کمک میکنید خدا یار و یا نگهدار خودتون باشه و همیشه دعاگوی شما هستم.